شکم‌پره‌ای دارن تو رستوران شکم‌پره. نون شکم‌پرهشون هست، مزه اونا میده ولی مزه هندی اصلا نمیده. کی غذا هندی میخوره آخه؟ من نمیفهمم. غذا هندی انگار یه پلیه بین غذای هندی و ایرانیه. یه میکسیه، تندی غذا هندی رو داره و مثلا مدل غذا ادویه سنگین اینش خیلی جالبه، یه چیز مابینیه، خیلی باحاله. بریم غذا بعدی. نمیدونم چرا کوروش انقدر تعریف میکنه از غذا هندی، انگار زیاد میخوره. اون بعد جونش سیر شده باشه غذا هندی بخوره. غذا هندی یا این یا این. من که بمیرم اون غذا هندی نمیخوام. الو میخوام برم غذا هندی تست کنم. پایین حل بریم آمادش. ما بعدیم تست کنیم هرچی خوبه اینا رو دیدی؟ اوضاع رو ضبط بابا تو ضبطی من جدی بودم. ما این هر چی دوست داشتی سفارشی صحبت نمی‌بردم. اومدم تو اینجوری کرد بهم مثلا هشتم گفتم من چی جواب بدم؟ واسه جواب تو اینجوری کردم اومدی ویل نکرد بالاخره من فکر خودیه. من اینجوری بهار است. کجا آخه میخوای بفهمی اینجوری پاک هندی ترین غذا کدومه؟ هندی در غذا خورش. تندترین کدومه؟ میدونی خیلی تندش بگی سفارش بدی براتون کلی ولی تنده. شما غذا داری یه دوست داری یا گوشت و مرغ؟ ما گوشت و مرغی هستیم خیلی. خورش تند باشه؟ چای قرمه تند. آره هر اون. هر کسی که اینجا نشسته مایی. آجی غذا رو آورد تو فیلم بگیر ازش. اول اجازه بگیرم. اجازه میگیریم عزیز دارم. باش پولش رو داریم برو اجازه میگیریم. آجی توتی هست نگفتم کی داره حرف میزنه. صدا آژیری که میاد یه توتیه. حالا فیلمشو براتون میگیرم. سینگامون دیدین؟ سینگامون ندیدین؟ چرا دیدم پلیسه؟ تو چه هیچ کاری نمی‌کنی بله. نمیدونم اسمشون که مثلا یه جبارخان، ستارخان اینجور چیزا میگه. ستارخان که ایران ریزه. Am I a joke to you? ما عموفورنگ داریم شبیه شاهرخ خان است. آها شاهرخ خان میگم خان دارن بابا. من که برو داشتم میرسم. پول داریم داشت تازه تون نماس نمیتونیم بکنیم. قسمت تند ماجرا اصلا با پا شروع میشه. این پاپادم. پاپل پاپادام بوچوس قلبم میشه درد میکنه نوخوش که ما میریزیم دور اینجا من 230 تا بکنم ما این رو میدیم که آقا میخوره باورم نمیشه واقعا باورم نمیشه چی بود بدی میبیر بعد بدونم ما چه زحمتی داریم میکشیم بعد تولید محتوا بچا بوچوس میده تنفوان مثبت موزیکش بوده سلام دادن اون یارو سینما تقریبا نشدیم بعد دقت کن هر کی داره میره ناراحته نون خشکی که بوی چوس میده و یکم فلفل داره 220,000 تومان ما خوردیم شما نخورید بگی بگو اینا چند همین 50 تومان من میگم هندوا پیشرفته همین نادرشو حق داشتم ببین از نگاه اقتصادی طرف صحبت کن اومده نون خشک و یه اسم گذاشته روش فلفل پاشیده داره میده 220 این نهایتا واسش در مورد 1500 تومان حس میکنم همین رو سفارش میدونیم کافی بود سیر میشدیم آره آجی من مهدا داره میخوش چوس میده پوچه داره اون هشدار میده نری خطر حالا 5 تا غذا هندی با هم خوردیم جالی میده میریم بیرون هالیوود چی بود بدی میبیر
خالی بود. اون برنجشه؟ داد نزنم. اون برنجشه اینقدر برنج حس دارم میکنم واسه یه تغییراتی رگنگام داره میزنه بیرون. چشات قرمز شده بیشتر. بچه داره طول میکشه، یه رو طول کشیده. بالاخره پاشو بکن تو جوراب 2 دقیقه بره بود پاش کثیف بشه بیاد زمان میبره. چندش برنج کاری این برنج تند است آره؟ بله این برنج سبزیجات. تنده ولی تندش تند نیست، اذیت نمیکنه، خوشمزه است. برنجش به نسبت از همشون تندره. پر ادویه است. انگار دارچین زدن روش. چقدر دهنم مزه گرفت آجی. الان اینو با این خوردی؟ تند نیست که. برنجش تنده. بچه نوشیدنی بگیریم واقعا. دیدی زنه خندید گفت نوشیدنی نمیخواد، یه خنده شیطانی میخواد بالاخره. چه به فلفل گوزه نمیده. قیافم نمیشه. این مخوفه. محمد آدم اوپنی نیست معلومه. بس من همون برنج میخورم دیگه. چیه که تو تازه تند بخوری. من تند اوکی ام. این باز گفت من تند اوکی ام مثل ویدئوی جیگر. من تند اوکی ام. همه با این سر میکشه. گریه نکن. این سبزیجات رو تست کنیم. انگار که سالاد خیلی زیادی رو ریختی تو برنج. نه بابا. قیافم نمیشه. انگار داری سبزی خوردن میخوری فقط. شما یه جای پرت میکنید خوشمزه است. بگو آقا برنج رو زحمت شو بشین. هیچ متدی تعریف کرد. این نخوردی بغلش برات گذاشتم. باشه الان تمیزاج در میاد خدا واقعی باش. بچه محمد تو ویدیوها فیلم بازی میکنه خودش نیست. من تو سبزیجات میخوام. من تو سبزی نمیخوام. مثل من الان تو دهنی نخور. انگار داری کرفس میخوری. خب کرفس نخود توتی هم داره تایید میکنه. بعد نمیدونم تو بیا این سبزیجات رو شما خورد. زیره تو برنج چیه؟ آقا رفت اینو تند کرد آقا. آها این سبزیجات خدایی خوشمزه بود. با بی انصافی گفتم. من میگم دیگه محمد سلیقش نیست. منم سلیقم نیست ولی اونقدر بد نیست واقعا. حاجی این تنده رو من الان میرم بالا خالی بریم چجوریه. من حس می‌کنم یه ذره بیشتر از این تنده. اوه خیلی تنده. آره بده. بچه خوشمزه ترین غذاش از اون آبش بود. ببین با فلفل قرمز اینو تفت داده. ممنونم. حالا برنج چجوریه؟ خیلی تنده. خیلی تنده؟ خیلی تند شد ولی باحال. خیلی حال میده. بچه‌ها برید خدا رو شکر کنید ایرانی هستید. من فکر کنم اینو به ریاده. از ته دارم میسوزه. کاش نمیشه که تازه این شد غذا هندی. من ازم سوس بخورم این نکنم. همین ضبط شد. پاکش میکنم. لایک های این ویدیو 50 تا برسه. محمد سوس میکنه بچه‌ها. تکی بدون سس. تو الان می تک خوری داشتی. داشت گفتیم من حاضرم نگفتیم ما حاضریم. من اصلا صحبتی نکردیم. خانواده من نمیگه. داشت دیگه بچه طرفدارا میخوام. طرفداری چه ما خودمونم میخوایم. والله. ما چشامون رو ببندیم بریم بالا. موفق باشید داشت. رفیقاتون رو بشناسید بچه. رفیق نیمه راه. اون که باهاتون تا آخرش میاد رفیق واقعیه. چاکریم داری. این قیافه رفیق واقعیه بچه‌ها. چرا رو خریدشم پافشاری میکنه. حالا جدی بخوام نمره بدم برای یه بار جالبه. نه اینکه من همون یه بار فقط. من در کل بهش میدم 6.5. من در کل 8 میدم. 3 میگه 200 چای هندی بعدش بخورید میشونه میبره. ببین یه دونه شیرینی بگیریم 3 تا چای. من شیرینی نمیخورم. چرا؟ من میام خورم جدی دارم. این الان چه ربطی داره؟ نه نمجانی کن بده برو. این دوتا شبیه برای یه پیرمردی هست. بچه یه دونه شونش بوده. من شیرینی نمیخورم. چرا؟ من میام خورم جدی دارم. خب بچه‌ها این من رو با تو پاسم
چه رمز کارت مینوز حقیقتا اینم موجودی داشت. صدای کارت ماینو میشنوید. روانشناس خوب آشنا داری؟ من بعد از تروما با خودش خیلی درمان میکنم. خب بچه‌ها مرسی از اینکه ویدیو رو دیدین. اگه دوست دارین بازم بریم سراغ تست غذا حتما برامون تو کامنت ها بنویسین. دوستتون دارم. داش اگه قبل گفتم بریم پولش هم بزنم. لطفا تشکر. چی؟ مگه خواستم بچه‌ها بگو پولش هم بزنه من حاضرم همه جا بدم. نمیخواد بچه‌ها من برای شما از جیب میذارم. خداحافظ. چرا خراب کنی؟ بگو بودم بعد دنیا اونو بزنیم. بچه‌ها دنگتون رو میزنین ها. دنگتون رو میزنین ها.